امروز میخوام براتون یه داستان واقعی و خاص بگم درباره دو خواهر دوقلو به اسم کارمن و لوپیتا که بدنشون از پایین به هم چسبیده است. اونها از بچگی یاد گرفتن با هم زندگی کنن، تصمیم بگیرن و حتی رویاهاشون رو تقسیم کنن. ولی هر کدوم دنیای خودشون رو دارن. کارمن چند سال پیش عاشق پسری به اسم دنیل شد. شاید فکر کنین زندگی عاشقونه‌شون چطور پیش میره. وقتی لوپیتا همیشه کنارشونه، همه چی با گفتگو و احترام جلو میره. کارمن هیچ کاری نمیکنه که باعث ناراحتی لوپیتا بشه و لوپیتا هم یاد گرفته مرز بذاره. مثلا وقتی با هم هستن هدفون میذاره و یا خودش رو با چیزی سرگرم میکنه. این دو خواهر در آمریکا زندگی میکنن. در ابتدا هر دو دانشجوی دامپزشکی بودن، اما انصراف میدن و تمرکزشون رو روی فضای مجازی میذارن که درآمدشون هم بیشتر از همین راهه و زندگی راحت و مستقلی دارن و با تلاش هم دارن به این زندگی ادامه میدن. لطفاً سابسکرایب فراموش نشه.